شما رئیس خیلی ما تا اومدن ما در این وظیفه خونه هم داشتیم، یک ماشانا ماشین شخصی هم داشتم، همه استفاده بوده گشتیم قطار دیگه آدم ها مثل دیگه دیگر رئیس گفتم روبر خودگی بودم کم کم سرکوری میکردم برای مردم کردم راه کردم شما رو میبینیم دموزه کردم هر با ولی ادامه دارد هم مردم میدونم مکتب کردم چیزی علیس با من شما اصلا نبودیم رئیس مثل دیگر رئیسان بوستانسرا و در همون 100% ممکن ذره یک فایزش همش رو برمون بیهوتا کردیم با راه کردیم برچم کردیم از بوستانسرا خیلی چیزا نیست زیرشم بوستانسرا خیلی چیزا نیست زیرشم درچه خیلی چیزا من ندارم درچه خونه یا آشانا هم خیلی در آمدنوی دست پرام میکنم در آخر هم سرطبه دولت این که آمدن من شدگی بود بازار اولیش موبایل نبه سوابای دیگر خطی شوانده رو دونم در آخر جای ناجو هست در آینده همین لایه را اختیت همجا باشد لایهش ایواز شدگی هست نسی باشد همیرم میبرم خیلی جو هست تکلیف شما هم سه چون کس بیرون درستگی بود در آمدگاه نویه هستن همه بخشه نویه را اصلا محصول کردن سال پیش داریم مادرم بر وقت بودیم کاملن نویه دیگه مسئله چی بود؟ همون همین برنزدی که موضوع و دستگی رئیس جماعت اخبارات دوستی از طرف سلطان همه هم سالهای پیش تشنگی داشتن در درآمدگاه نویه هستن یک سلطان بسازم برای زمانوی برای فرهنگی فراغتی اما برای تاریخی کردن شما خوب آمد از دیمت و سخورداری و قضی بزرگ داشتن شما هم خوب خبری سخن درباره تاکید و مراجعت های سربر دولت نواد جهتی دستگیری کادرها سلطان دولت تاکید میکند که فایده میرسد ضررتون نرساند خیلی دوستان میشود نوبری سابق نوبری حزبی شما از کار آزاد شده است و کدام سببها و از کار آزاد کردید ولی تا امروز چند و یگان نفر رو به کار در نمیکنید اونم یک کادری با معرفت و دانشمندی از ناحیه شما بود میخوام مثلا میتونه که ما یک سوال ساختن سوال خیلیشی حتی ما آدم هرچند مرافق این دوستیم ما فامیلی رو فراموش کردم حاضر نبود فامیلی رو آدم پرسیدم محمد زاده بود است برای چی آدم رو بکار دارد محترم بروجه در کار درست است که خرید جوده از مرجع صبح باید تولیدون در وقتوی وزبین بود که خرید 6-7 سال یا اون موش کار کرده گیا فقط هم موی خیلی نیست حزب خلقی دموکراتی را در نظر داریم که از طرف ما برای کار ماندن گرفتن از ما یک مسیحت بپرسن برای فرمان دادن فرمان گرفتن او عیدسی ما نیست که کارکنه که ما دادن میدونه